مگساس و همونجور که میبینید آدم تو خونه فکر میکنه مثلا میری تو طبیعت نقاشی میکشی و خیلی مثلا چیل مثلا طبیعت. این چه وضعیه؟ نمیتونم، واقعا نمیتونم. اوکی. نمیتونم. منو مکادم دیوونه میشیم از این حج. از من اوکی. هیچ فایده ای نداره. آقا گوه خوردم، من گوه خوردم. بیا مکاپو. خب تواناییشو دارم. رنگ. من طراحی میکردم قبلا و کلا با راپید و مداد و اینجور چیزا خیلی دوره ارتباط برقرار میکردم. ولی قضیه اینجاست که این حالا حداقل پاستل یه حالت به نظرم شناختی که ازش دارم پیدا میکنم یه جورایی همون حالت پاشور گذاشتن مداد و راپید و مثلا سایه رو اینطوری درست کنی، چه بدونم خطوط دور و بر رو خیلی محکم بکشی، احساس میکنم این هم همون وایبو میده، همون حس رو در واقع القا میکنه. اون چیه؟ موقع برو بگیر بدو برو بگیر. سلام علیکم. آقا پاستل خیلی سریع تموم میشه. من این پاستل تازه جعبه رو وا کردم. برای انقدر آبی کردن برای یک صفحه A4 تقریبا فکر کنم کوچیک‌ترم باشه. قشنگ یه بخش قابل توجهیش رفت. یه سری کار داره.
بقیهش رو بتونم تو خونه انجام بدم، ولی واقعا با این حجم از مگس دیگه نمیتونم بهتر از این کنم. مرسی که تماشا کردی. خیلی مگس هست و واقعا کار سختی بود، ولی این چیزا باعث نمیشه که این کار رو ادامه ندم. برنامه هستش که یک سری از این طبیعت رو تو نقاشی سایز خیلی بزرگتر بکشم و کاغذش رو هم خریدم. حتی اگه شما هم دوست داشتید نظر بدید میتونید کامنت بذارید. ممنونم که ویدیو رو دیدید. فعلا.